الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آیات و حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم را که حضورتان تلاوت کردم، الله تعالی در آیت اولی مؤمنین را از مخالفت امر پیامبر صلی الله علیه و سلم تحذیر می کند و بیم می دهد. مگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسن آنهایی که مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنند. از چی بترسن؟ از اینکه به بلای گرفتار شوند، بلایی به سرشان بیاید، تصیبهم فتنه، بلایی به سرشان بیاید، عذابی به سرشان بیاید و فتنه بزرگی گرفتار شوند، فتنه ای که تعلق به دینشان داشته باشه، به عقیده و فکرشان داشته باشه، فتنه ای که به مال و اموال و زندگی و اهل و فامیلشان تعلق بگیرد. از این همه فتنه ها باید بترسد. او یصیبهم عذاب علیم، یا اینکه عذاب دردناکی برشان برسد. عذاب دردناک چه در دنیا باشه یا چه در آخرت. و در آیت بعدی الله تعالی می فرماید: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه را که رسول الله صلی الله علیه وسلم برتان دادن و برتان بیان کردن، چه بیانشان به افعالشان بوده، به اقوالشان بوده، یا به عملی که در حضورشان انجام صورت گرفته و آنها به او موافقت کردن، انکار نکردن، آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما رسانده و گفته، باید ایره به او عمل کنیم، بگیریم، تمسک کنیم. فخذوه، بگیرین و عمل کنیم. و از آنچه که منع کرده از او باید اجتناب کنیم. دین نام از برای قال الله قال رسول، یعنی آنچه را که الله گفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، همین دین است. و امین قول الله و رسول در روشنی فهم و برداشت علمای سلف باید ما بدانیم. و از این اقوالی از اینها در تفسیر قرآن و در تفسیر حدیث استفاده کنیم. وقتی که انسان زندگی خدا به اقوال الله و رسولش مطابق فهم علمای سلف استوار کرد، و انسان کامیاب و رستگار است. الله تعالی در وصف تو انسان ها می فرماید: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. والذین اتبعوهم، کسایی که صحابه و قبل از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و باز بعد از صحابه تابعین، اینها را به احسان و به نیکویی اتباع میکند، الله تعالی ازشان راضی است و اینها از الله راضی است و بشارتی جنت برشان است. و در سوره بقره الله تعالی میفرماید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کسایی که بعدی میآیند، اینها اگر به مانند ایمان شما ایمان بیارن، اینها راه هدایت یافتن، برای هدایت هستند. اگر هدایت ما، راه و روش ما مخالف راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی بوده باشد، ما بر هدایت نیستیم. آنچه که در این روزا، در این ماه ربیع الاول مردم انجام میتین، خصوصا در بدایات و ده اول این ماه، به نام مولود یا مولود شریف، شریف دیگه هم لقب میدهن، گویا این که اینها جشنی خوشی بری ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدهن. ما از این برادرها پرسان میکنیم که آیا شما به جشنی خوشی که برگزار میکنین کدام مستند شرعی دارید؟ کدام دلیل شرعی دارید از الله و رسولش که الله و رسول ترغیب داده باشه، الله و رسول فضیلتی از این بیان کرده باشه کسی که جشن ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار میکنه این اجر و ثواب داره و این مرتبه داره؟ آیا شما این دلیل پیش کرده میتونه؟ وقتی که از الله و رسول چیزی پیش کرده نمیتونید، آیا از صحابه رسول الله چیزی پیش کرده میتونید؟ اینها وارثین دین بودن، اینها نخستین اشخاصی بودن که دین خوب صحیح دانستن و آیاتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشد، اینها آیات از زبان مبارک شنیدن، تفسیرش شنیدن، اینها بهتر دین میدانستن. آیا از تفسیری از اونها، از اقوالی از اینها، از عملی از اینها چیز ما دلیل پیش کرده میتونیم که اینها برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مولود، جشن مولود برگزار کرده بوده باشند یا کسی را تشویق کرده باشند؟ پس اگر این را هم نمیتونیم، از تابعین هم ائمه اربعه در رأسی از اونها، از تابعین و تبع تابعین که در رأسی از اونها ائمه اربعه قرار دارد، آیا از اینها هم دلیلی پیش کرده میتونیم؟ پس وقتی که ما به کتابهای احادیث و کتابهایی که از ائمه به ما رسیده، از امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه، از امام شافعی، از امام مالک، از امام احمد بن حنبل، از امام بخاری، از سفیان بن عیینه، از سفیان ثوری، از اسحاق بن راهوی، از قتیبه بن سعید بغلانی، از دیگر ائمه بزرگ حدیث که به صدها نامهای از اینها نمیشه که نامهای هر یک از اینها را انسان بگیره. همه از اینها امامان دین بودن، همه از اینها چراغ دین بودن، اینها دین به امت به طریقه درست شرح دادن. آیا میشه که انسان از کتابهای از اینها یک مستندی پیش کنه، یک دلیلی بیاره که فلان امام بزرگ
امامی که مقتدا است، امت به شأنی از او و بزرگی از او اتفاق داره، از اینها میتونه کسی که دعوا را داره یک مستندی پیش کنه. پس وقتی ما از اینها نداشته باشیم، نه از قول الله، نه از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه از صحابه، نه از تابعین، نه از تبع تابعین، نه از ائمه اربعه، نه از غیر از ائمه اربعه دیگر علمای بزرگ، پس ما چطور دین از پیش خود اختراع کنیم؟ چطور یک عملی را بهتر قرار بدیم که صحابه و تابعین و تبع تابعین و اتباع از اونها او عمل انجام ندادن و اونا حرصشان به دین از ما بیشتر بود. اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم زیادتر از ما دوست داشتن، زیادتر احترام میکردن. ابوبکر صدیق همه زندگی خود قربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمود، قربانی دینی از اون نمود. آیا نمیتونیست در وقتی خلافتش یک روزی را بریم ولادت تخصیص بدهد، جشن بگیرد؟ و بعد از او عمر فاروق، عثمان رضی الله تعالی عنه سرمایه بزرگی داشت، داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، 2 دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد. و بعد از او علی پیسری کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دامادش و اقربترین شخص به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها به نظر شما رسول الله را دوست نداشتند. چرا اینها بری رسول الله صلی الله علیه و سلم جشن ولادت برگزار نکردند؟ پس از این معلوم میشه که ما به این عملی که انجام میتیم کدام سلفی نداریم، کدام مقتدایی نداریم. ما خودمان این عمل از دیگری از کفار تقلیداً گرفتیم. اصلا جشن مولود کسایی که برگزار کردن، اولین مردم های فاطمی ها بودن، فاطمی های رافیزی که اصلا به دین ایمان نداشتن. اونها جشن تقلیداً از نصارا که در دینشان تحریف آوردن، جشن کریسمس، جشن ولادت حضرت عیسی را برگزار میکنن و یک جشن مشهور است در تمام دنیا. اونها تقلیداً از اونها جشن نگرفتن. و باز مسلمان های ساده، غافل، بیخبر از دین، به نام محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم با خرافات بیشتری دیگری این روز جشن میگیرن. و در این روز چینو بدعات و خرافاتی نیست که انجام ندهند، حتی از بدعات و خرافات بالاتر شرکیات بزرگی، استغاثه به نام رسول الله صلی الله علیه وسلم، طلب مدد از رسول الله صلی الله علیه وسلم و شعرها و نعتهای شرکی در وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم قرائت میکنن و بدعات دیگری را که حلوا و خیر و خیرات و غیره چیزهای دیگر در این روز تخصیص میدهند که به نام دیگر نظرانه یا امثال از او چیزهای دیگری که اعتقاد دارن ثوابش بیشتر است و امثال از این بدعت های قبیح و منکری است که ما به نام اسلام انجام میتیم، ولی در اسلام کدام اساس و کدام اصلی نداره. پس برادر مسلمان، کوشش نکن که تو بالای الله و رسول چیزی را افترا کنی. کوشش نکن تو چیزی را در دین ایجاد کنی که او را قبل از تو کسی از بزرگان دین انجام نداده باشد. کوشش نکن به این چیزا. بسیار از انسان‌هایی است که بسیار چیزا را به نیت نیک انجام میتیه، ولی روزی قیامت میره اعمالی از او همه برباد است،
هباء منثورا که میگن. یا این که روزی قیامت اشخاصی میاین عمل دارن، خود خسته کردن، مال خود در این راه مصرف کردن، جان خود فدا کردن، ولی روزی قیامت میان خسته ان، مانده ان، چیزی بهره ای از این عمل نمیگیرن، بلکه عکس گناهی بزرگی را متحمل میشن. خدای نخواسته ما از او طبقه مردم جور نشیم که عمل ما بالای ما وبا جور شوه، گناه جور شوه، به سبب عمل نیکی که به گمان ما نیک است ولی در حقیقت مخالف شریعت است، به سبب از این دوزخ نریم، به سبب از این از حوض کوثر محروم نشیم، به سبب از این رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ما بددعایی نکنه که دور شوین از ما که شما دینی مرا تحریف کردن، دینی مرا تغییر دادن. این بددعایی را به سبب از اینها کسا رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ما نکنه. الله تعالی همه را توفیق بدهد و دین مطابقی کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و فهم علمای سلف و ائمه اربعه و غیره علمای بزرگ بفهمیم و به آن عمل کنیم. بارک الله فیکم.